هماوا با راوی هستید. راوی رشته پادکست هایی است که خشونت های روا شده بر هر دختر و زن ایرانی را روایت و آنها را زیر ذره‌بین قرار می دهد. با بالا بردن آگاهی و خرد جمعی به جامعه ایران کمک می کند تا در همه زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دگردیسی فراگیر بیافریند. دگرگونی از من آغاز می شود و با ما جهانی بهتر می سازد. پادکست راوی را می توانید در پادگیرها مثل کت باکس، اسپاتیفای، ساوند کلاود، اپل پادکست و یوتیوب هماوا گوش دهید. داستان خشونتی که بر شما یا یکی از نزدیکانتان روا شده را در تلگرام به آدرس راوی هماوا بات ارسال کنید. بازپخش روایت‌های قربانیان خشونت در همه پادکست‌های راوی به دلیل رعایت حقوق فردی بازخوانی می شود. برای پیوستن به کانال هماوا یک کلیک کافی است. در ویژه برنامه راوی به یکی از بزرگترین معضلات جامعه ایران می‌پردازیم. خشونت علیه زنان. خشونت دیجیتال فقط توهین یا تهدید نیست. یک مجموعه رفتار سازمان یافته است. 5 شکل اصلی رو در بر داره. اولین گروه آزار و تهدید مستقیم هستند، یعنی پیام‌های توهین‌آمیز، تهدید جنسی، تهدید به قتل، تخریب شخصیت و تهدید خانواده که این نوع خشونت بیشترین شیوع جهانی رو داره. نوع بعدی خشونت جنسی دیجیتال هست، یعنی دیپ فیک، انتشار تصاویر خصوصی بدون رضایت، اخاذی جنسی، تهدید به انتشار تصاویر ساختگی و حملات جنسی آنلاین. نوع سوم انتشار اطلاعات خصوصی یا داکسینگ هست. افشای آدرس، شماره تلفن، اطلاعات هویتی یا خانوادگی برای تهدید، ارعاب و ایجاد ناامنی. این نوع حمله اغلب زمینه‌ساز خشونت‌های بعدی به صورت آفلاین هست. شکل چهارم این خشونت‌ها هک، جاسوسی و دسترسی غیرقانونیه، یعنی زنان فعال سیاسی و مدنی به طور خاص هدف حملات سایبری قرار می‌گیرند. از هک پیام‌ها و ایمیل‌ها تا نصب بدافزار و رهگیری تمام فعالیت‌های دیجیتال اونها. و شکل پنجم حملات هماهنگ و سیستماتیکه. کارزارهای سازمان یافته با حساب‌های جعلی برای ریپورت جمعی و حذف صفحه، تخریب اخلاقی، پخش اطلاعات نادرست، ایجاد موج نفرت و حذف تدریجی زنها از فضای عمومی آنلاین. یکی از آزارهای دیجیتال یا خشونت‌های دیجیتالی که وجود داره بر علیه زنان که اتفاقاً سازمان ملل هم خیلی امسال در موردش تاکید کرده این هست که زنانی که فعالیت بیشتری در رسانه‌های آنلاین دارن، حالا خبرنگار هستند، فعال حقوق بشر یا فعال سیاسی هستند و یا اینکه اینفلوئنسر هستن. اونها چون در معرض دید بیشتری قرار دارن اتفاقاً بیشترین خشونت آنلاین رو هم در واقع تحمل میکنن. میشه شما برای ما یکم در این زمینه بیشتر توضیح بدین؟ ببینید خب میدونیم که زنها اول از اینکه یک قدمی بیشتر جلو که میذارن از اون خب از اون چیزی که خط و مرزهایی که مرد سالاری براش تعیین کرده و شهامت میکنن و میخوان بیان کنن یه چیزی رو به وسیله قلم، به وسیله رسانه، این خودش یه تهدیدی میشه برای نظام مرد سالار. و وقتی زن اون قدم رو که برمیداره و چون زنم هست پس تهدیدها مضاعف میشه. من یه روزنامه‌نگاری هستش، خانومی هستش که الان در ترکیه هست و چند وقت پیش که داشتیم اتفاقا دقیقا همین موضوع براشون پیش اومده بود که از اقلیم کردستان رفته بودن ترکیه و ایشون بچه دارن، همسر دارن، ولی براشون پاپوش درست کرده بودن که ایشون یعنی عکس‌ها رو برداشته بودن، خانوادگی جر کرده بودن، یک مرد دیگه یا کنار اون خانم گذاشته بودن، گفته بودن که عاشق یکی دیگه شده، یعنی یک ماجرایی درست کرده بودن که نه تنها این نتونه کار کنه، حتی نتونه، یعنی دیگه مثلا یعنی از یک جوری اینو ساکت کرده بودن، صداشو خفه کردن، در یعنی
دیگه که اصلا رفته بود که از کشور خارج بشه که بتونه فعالیتش رو اونجا بخواد افشا کنه، ادامه بده و اینها تمام ابزاری است برای خاموش کردن صدای زنان. همچنین نکته دیگه هم که باید بهش اشاره کنم این هستش که این تهدیدهایی که از طریق اینترنت میشه تنها متوجه خود اون شخص نمیشه، خانواده هاشون هم مورد اذیت و آزار قرار میگیرن. یعنی مثلا تهدید طوری هستش که میگن خب اگه تو یه پست دیگه بذاری ما میایم مثلا برادرت یا خواهرت یا مثلا پدر مادرت رو اذیت میکنیم و اینا رو که ما بارها دیدیم. یکی دیگه از مسائلی که ما توی اینترنت و توی فضای مجازی خیلی باهاش روبرو میشیم این هست که زمانی که به هر حال یک خانومی حالا در نقش یک نویسنده، فعال سیاسی اجتماعی و یا حتی یک هنرمند میاد و ابراز عقیده میکنه، گروهی که حالا اون عقیده رو دوست ندارن، مخالف اون نظر هستن، به جای اینکه بیان یک نظر انتقادی بدن، یعنی کار رو زیر سوال ببرن، نظر رو نقد کنن، اولین کاری که انجام میدن در واقع اون خانوم رو به صورت اون جنسیتی مورد خطاب قرار میدن، یعنی توهین‌های جنسیتی میکنن، سعی میکنن همونطور که خودتون گفتیم بهش اشاره کردید از زبانهای جنسیت زده بر علیهش استفاده کنن، اگر از فرهنگ خاصی میاد از زبان شرم استفاده کنن، کاری کنن که بر فرض اون خانم احساس کنه که آبروش داره میره، یعنی از این روش‌ها استفاده میکنن برای اینکه اون فردی رو که فعال هست همونطور که شما اشاره کردید حالا فعالیتش رو خاموش کنن، مورد اذیت قرارش بدن و متاسفانه ما می‌بینیم این در مبحث‌های خیلی بزرگتر هم دیده میشه. یعنی در مبحث بین‌المللی ما می‌بینیم وقتی یک خانومی از ایران مثل خانم نرگس محمدی، حالا فراتر از اینکه چه جناح سیاسی داره، ولی وقتی به عنوان یک زن از کشور ایران و میاد یک جایزه مثل جایزه نوبل رو میبره که یک چیز بین‌المللی هست، به جای اینکه مردم ایران بیان و از این موضوع ابراز خوشحالی بکنن، گروهی که از نظر سیاسی با این خانم هم نظر نیستن میان ایشون رو به عنوان یک زن مورد به هر حال توهین قرار میدن، بهشون حمله میکنن. شما اینجور تهدیدها و اینکه زنهای فعال حالا سیاسی اجتماعی رو سعی میکنن از این طریق مورد خشونت قرار بدن رو چجوری میبینید؟ به ویژه تو جامعه خودمون، حالا اینترنشنالی کاری بله. ندارم. اوکی، چه خوب شد که مشخص کردی که در جامعه خودمون باید بهش بپردازیم، چون در اکثر جوامع همچین چیزهایی هستش. خب قطعا که همونطور هم که هم میدونیم جمهوری اسلامی زنها رو تهدید بزرگی برای خودش میدونه، مثلا امثالی مثل فعالان سیاسی، فعالان مدنی، همه اینا رو میخواد به هر طریقی که شده سرکوب کنه و صداشون رو خفه کنه. حالا خب ما می‌بینیم که یه سری سایبری‌ها هستن که سریع با کوچکترین پستی که بذاری سریع میان چیزای جنسیت زده، همونطور که شما گفتید فحاشی میکنن، چیزای جنسیت زده میگن و مشکل اصلی اینجاست که حالا صرف نظر، خب من بارها شده که خودم مثلا صحبتی بوده بعد یه دفعه میبینم که فحاشی مثلا دقیقاً فحاشی شده به چهره یا به چهره مثلا طرف چیزی میگن یا به شعور آدم توهین میکنن، در صورتی که همه ما یه هدف مشترک داریم و این چیزها اصلا ما باید اینو یاد بگیریم که اگر کسی میخواد نقد کنه، اگر کسی میخواد جبهه‌ای بگیره، میتونه روی همون موضوع صحبت کنه، نقدش رو بر پایه همون بذاره، یعنی ایجاد گفتگو کنه. وقتی گفتگو ما بستری برای گفتگو باشه، یک سری نقطه هایی هست که در همون گفتگو روشن میشه، واضح میشه. ولی این حملات، حالا ما میگیم حمله سایبری هن، ولی از یه جاهای دیگه هم هستن که نشأت میگیرن و همون بازم نظامی هستش که میخواد تفرقه بندازه بین مرد و زن و این کار رو تا به امروز خیلی قشنگ انجام داده و مردم هم میدونیم که بازیچه این داستان شدن. یکم بخوایم
از بحث حالا خشونت آنلاین پامون رو فراتر بذاریم، به یه سری اتفاقات سمبولیک بخوایم نگاه بکنیم. اگر اشتباه نکنم هر سال یک مراسمی هست به نام مراسم کفشای قرمز که در بعضی از کشورها برای یادبود روز 25 نوامبر برگزار میشه. میشه یکم برای ما در این مورد توضیح بدین؟ بله، خب این نمادی هستش که در مکزیک، یک شهر ساحلی در مکزیک، این نماد یه خانومی که خودش خواهرش رو در اثر خشونت خانگی از دست داده بود شروع کرد، یک پرفورمنسی درست کرد و یک لنگ کفشای قرمز رو شروع کرد به چیدن و از اونجا شروع شد. فکر کنم از سال 2009 بود یا 2006 که دیگه الان در اکثر کشورها این یک نوع اعتراض، یک نوع حرکت نمادی، یک نوع جنبشی هستش که الان شدت گرفته و برای همین دقیقا منع خشونت‌های خانگی هستش. خب قرمز نماد عشقه، درسته؟ نماد خونه. قرمز یک رنگی هستش که زنها وقتی رنگ قرمز رو استفاده میکنن و این بیشتر چی میگن زنانگی رو قوی تر میکنه، پررنگتر میکنه و مرد از هیچ وقت نمیخواد که اون زن خودشو بیشتر جلوه زن بیشتر بشه. اگه میخواد اون رنگ قرمز باشه، میخواد تو خلوت باشه، تو تنهایی باشه، اون رنگ قرمز رو استفاده کنه، نمیخواد در ملأ عام باشه. و وقتی یک زنی رژ قرمز میزنه یا کیف قرمز دستش میگیره یا کفش قرمز میپوشه، یعنی اینکه من هستم و زنانگی خودم رو دارم. و این هستش که این رو میشه گفتش که یه نمادی هست از زندگی، از خون، از چیزی که هست. وقتی یه لنگه کفشی هم میمونه در نشون دهنده اینه که اون کسی که باید این کفش پشت باشه الان نیست. این هم هستش. بله. اشاره قشنگی بود، مرسی. خانم سلیمانی، ما تقریبا برنامه‌های خیلی زیادی شاید در طول سال گذشته در مورد شکل‌های مختلف خشونتی که زنها باهاش در ایران مواجه هستن برگزار کردیم و توی این برنامه‌ها همیشه به این تاکید شده که یکی از بزرگترین مشکلاتی که زنهای ایران باهاش روبرو هستن خشونت ساختاری هست که اونها تحمل میکنن، به خاطر اینکه وقتی قانونی وجود نداره که از اونها حمایت کنه، در نتیجه خشونت‌های خانگی، خشونتی که توی مدرسه می‌بینن، توی خیابون با اون روبرو میشن، هم زیر همون قانونی که وجود نداره باد میره. از دید شما تو جامعه امروز ایران، به ویژه بعد از جنبش زن زندگی آزادی که نشون داد چقدر زنهای ایران واقعا به حقوق خودشون دارن آگاه میشن، چقدر مصمم هستن برای اینکه به برابری برسن، چه راه و کارهایی رو میشه در پیش گرفت که خشونتی که در جامعه وجود داره علیه زنها کمتر بشه یا مردها در مورد خشونت هایی که در مورد زنها وجود داره آگاهی بیشتری پیدا کنن. خب این میشه دو تا سوال. یکی اینکه نقش زنها چی میتونه باشه. ببینید نقش زنها، خب ما هی میگیم آگاهی رسانی. اگه 3 سال پیش بود با انقلاب زن زندگی آزادی گفتیم که زنها دارن به آگاهی میرسن، زنها به آگاهی رسیدن و ما اینو میدونیم. در همه جای دنیا انقلاب زن زندگی آزادی زنها رو در اقصا نقاط، در همه استانهای ایران زنها رو به حرکت، به جنبش، به یک جورهای آگاه کرد. ولی این آگاهی همونطور که میبینیم الان من میگم آگاهی کامل نیست، آگاهی کافی نیست. این نمیتونه تنها راه دیگه که هست، این باید حرکت بشه. این باید یعنی مثل یه موج خروشانی باشه که حرکت کنه و راه بیفته. چون در غیر این صورت این چراغ آگاهی تنهایی توان مبارزه با این سیستم، با این نظام نداره و تنها زنها هم نمیتونن در مقابل این نظام بایستن، مردها هم هستن. یعنی ببینید وقتی ما میگیم زن مرد، اگه ما ده حرف از خشونت میزنیم، خب مردها هم میتونن بیان بگن پس این همه اعداما
این همه اتفاقایی که سر مردا داره میفته اینها چی هست؟ خب درسته، همه اینا هست، ولی ما داریم میگیم که مبارزه با خشونت این یک نوع نماد هستش. ما میخوایم بگیم مبارزه با هر نوع خشونتی بر هر فردی فارغ از جنسیتش، چه مرد باشه، چه زن باشه، چه کودک باشه، چه اصلا جنسیتش مهم نیست، اصلا مهم نیست. هر کسی باید از اون کرامت خودش، از اون کرامت انسانی، احترام و کرامت انسانی برخوردار باشه. و چیکار باید بکنیم؟ مردها و زنها باید دست به دست هم بدن و حرکت کنن. مرد هم باید یک بازنگری داشته باشه. این مردها تو جامعه ما که هستن، اینا که از اول اینجوری پرخاشگر نبودن، اینا پسر بچه های کوچیکی بودن که زیر دست همون زنهایی که م، اه، این تو همین تفکر بزرگ شدن، اینا رشد پیدا کردن. و خیلی خیلی کوتاه میخوام یه چیزی رو بگم. خیلی از زنها هستن که به ظاهر لباس زنانه پوشیدن، اما در تو یک، واقعا میشه گفتش که یه مرد سالار، چی میگن، اینم میشه در نظر بگیریم. یعنی واقعا خیلی از زنها رو میبینیم که انقدر تفکر تحجر زده و مرد سالاری دارن که اینها خودشون بازپروری میکنن همچین مردایی تو اجتماع. و باید ما مبارزه کنیم با هر نوع افکاری که هست، هر نوع افکار ضد انسانی که هست. سپاسگزارم ازتون. کتاب‌های شما همشون خارج از ایران چاپ شده دیگه، درسته؟ نه، یکی از کتابام اولین مجموعه داستانم در ایران چاپ شد که اونم اتفاقا داستانای مختلفی داره. و من یادمه که یه داستانی اون زمانی که در ایران بودم نوشته بودم به اسم اصغر، که یه مردی هستش که شب میاد خونه و احساس میکنه که دوستش سر کوچه وایستاده، ماشین دوستش رو احساس میکنه، ماشین دوستشه و میاد به حالا زنشو میخواد، زنشو بکشه، بچهشو میکشه، مادر زنشو میکشه. و من یادم اون داستان رو وزارت ارشاد از این مجموعه حذف کرد که حالا درست. بعدها در خارج از کشور این چاپ شد. خیلی همیشه دغدغه من این بودش که بنویسم از این، ولی یکی از داستانام که به فرانسوی نوشته شده، یعنی من به فارسی نوشتم، به فرانسه ترجمه شده. و وقتی که همین چند وقت پیش اونجا این کتاب رو یک نفر میخوند و اصلا همه میگفتن که واو، خب توی کشور ما هم هستش زنا رو میکشن. بعد مثلا گفتم ولی فرق کشور شما با کشور من میدونی چیه؟ اینه که این قانون مجازات نداره، میشه ولی دم باشه و بیاد بیرون. یعنی این خیلی براشون خیلی دیگه براشون علامت تعجب بزرگی بود. بله. دوست داشتم اتفاقا بدونم که عکس‌العمل خوانندگان اروپاییتون، کسایی که مال این فرهنگ نیستن، بعد از خوندن کتاباتون چیه؟ ببینید خب م، میگم دقیقا یه علامت سوال گنده براشون میمونه که چرا، چطور، چرا سکوت هست، چرا کاری نمیکنن، چرا. خب میدونید یه چرایی بزرگ هست. و ببینید من یک اعترافی بکنم. من بفهم. اعترافی که میخوام بکنم این هستش که دغدغه من بیشتر اینه که بتونم صدا رو به گوش جامعه خودم برسونم، بتونم اون تلنگر رو به مردم سرزمین خودم بزنم. جهانیان اه، بخ- خیلی برا من فکر میکنم که حالا اگه این اتفاق بیفته که چه بها، آدم خیلی خوشحال میشه که بتونم. من دوست دارم یه روزی بشه که از خوبی های کشورم بگم، از قشنگی ها، از فرهنگ قشنگمون بگم، از چیزایی که ما تو فرهنگ فارسی داریم، تو ایران داریم، از اونا بگم و اون به چهچه هاشون رو بشنوم. دوست ندارم سیاه نمایی کنم، دوست ندارم از درد و غم و بدبختی که الان این همه سال داره به سر مردم کشورم میاد و اصلا دوست ندارم. ما البته ایرانی‌ها چیزی سیاه کم نمایی نداره. نیست. ببینید اتفاقی که داره در ایران یا افغانستان میفته،
زیر حکومت‌های اسلامگرایی که قانونی برای حمایت از زنان ندارن، وقتی که صدای این اتفاقها، این روایت‌ها به گوش جامعه بین‌الملل میرسه، من فکر نمی‌کنم به اینها سیاه‌نمایی بگن. این در واقع واقعیتی هست که جامعه بین‌المللی، سازمان ملل و کسایی که فعالیت میکنن برای حقوق بشر، برابری زن و مرد باید بدونن و یادمون باشه برای رسیدن به یه جامعه‌ای که در اون برابری و عدالت اجتماعی وجود داره، درسته که مردم اون جامعه باید به آگاهی برسن، باید به همبستگی برسن، باید برای رسیدن به این برابری و دموکراسی تلاش کنن، اما در یک آگاهی رسانی بین‌المللی اتفاق میفته. ببینید یکی از کارهایی که فعالان حقوق زنان در دنیا اگر اشتباه نکنم واقعا دارن براش تلاش میکنن این هست که سازمان ملل آپارتاید جنسیتی رو یک نوع جرم محسوب بشناسه، کنم. مثل تبعیض نژادی که در واقع یه چیزی هست که از طریق جهانی به عنوان یک جنایت شناخته میشه، اتفاقاتی که مثلا در آفریقا افتاد، ولی این اتفاقات هنوز این باورها برای آپارتاید جنسیتی مثلا برای یک کشوری مثل ایران یا برای افغانستان هنوز به رسمیت شناخته نشده و به همین دلیل من فکر میکنم نوشتن و بازگو کردن اتفاقاتی که داره میفته در واقع گفتن حقیقت و اصلا سیاه‌نمایی هم نیست. دقیقا درست میفرمایید. یه جوری اینا خب بازگویی حقیقت هستش، بازگویی اون آنچه در سر زنان کشورم یا مردان داره میاد، اون رنجی که آدما دارن میبرن. اما من یه چیزی هم در اینجا میخوام بگم. ببینید اه، تمام این سازمان حقوق بشر، سازمانهای همه سازمانهایی که هستن، در اصل اگه نگاه کنیم میبینیم که کاری نمیتونن بکنن. این هستش که بارها هم گفته شده، خود مردم ایران، خود زنها، یعنی تک تک افرادی که داخل هر سرزمینی که هستن مسئول کشورشون هستن. الان خب اگه قرار بود کاری بشه، ما الان داریم غزه رو داریم میبینیم، فلسطین رو داریم میبینیم، زنای افغانستان رو میبینیم. تو یه یعنی یه سکوت محض دارم، یعنی زنای افغانستان کشور همسایه ما هستن. خودمون اصلا دردآورتر از این نمیشه که زنها دیگه اجازه ندارن توی بیمارستان بدون برقه نمیتونن. بچه چند وقت پیش، همین چند روز پیش، بیرون بیمارستان زن زایمان میخواست بره بکنه، چون پزشک برقه نداشت، پزشک راه ندادن. پزشک باید با برقه باید بره مریض رو ببینه. اون وقت جامعه جهانی کجاست؟ این همه زن تو فلسطین دارن میمیرن، جامعه جهانی چی کار داره میکنه؟ ببینید من متوجه گفتمان شما هستم، اما اتفاقی که اینجا میفته قرار نیست که مثلا سازمان ملل یا جامعه جهانی بیاد بره زنهای ایران رو نجات بده یا بیاد بره زنها یا مردم افغانستان رو نجات بده. یک واقعیتی وجود داره، همون که خیلی خوب بهش اشاره کردی، این هست که مردم یک جامعه باید خودشون برای رسیدن به برابری و آزادی تلاش کنن. اونها خودشون هستن که میتونن آزادی رو به کشورشون برگردونن و حکومت قانون رو درخواست بکنن توی کشورشون. اما اگر که واقعیت‌هایی که در یک کشور اتفاق میفته بخواد توی اون کشور بمونه، من یه مثال خیلی ساده میزنم. شما ببینید قبل از به وجود اومدن اینترنت، اتفاقا الان بحثمون هم خشونت آنلاین هست، ولی اینترنت. اینترنت خیلی به جامعه بشری کمک کرده قبل از اینکه ضرر بخواد داشته باشه. قبل از بله. اینکه ما بتونیم به سوشال مدیا و فضای مجازی دسترسی داشته باشیم، تمام جنایتی که جمهوری اسلامی بر مردم ایران و بر زنان ایران میکرد نمیتونست اونقدر بازتاب جهانی داشته باشه. ولی ما میبینیم مثلا در آبان 98 وقتی که اینترنت ها رو قطع کردن چطور این در دنیا صدا کرد، یا مثلا زن زندگی آزادی. حالا شما سوالتون اینه که خب چرا دونستن این در جامعه جهانی به نفع مردم ایرانه، برای مردم افغانستان کاری نمیکنن، برای مردم ایران کاری نمیکنن؟ آخه بستگی داره ما از کار چه چیزی رو میخوایم. ببینید همین که شما یک دولت یک سازوکار بین المللی داره، یعنی نمیتونه منزوی باشه. یکی از مشکلاتی که دولت جمهوری اسلامی داره این هست که از جامعه جهانی منزوی شده به خاطر تحریم هایی که روشه، به خاطر تمام مثلا مسائل اقتصادی که داره، تحریم های سیاسی که داره.
خب سازوکارهای بین‌المللی در همین حد میتونه باشه. ببینید اگر جامعه جهانی به جمهوری اسلامی برای ورود زنها به استادیوم‌ها فشار وارد نمی‌کرد، که زنها نمیتونستن فقط به خواست خودشون وارد استادیوم‌ها بشن. تلاش و مقاومت زنها در ایران بود، اما فشار جامعه بین‌الملل بر حکومت جمهوری اسلامی هم مضاعف شد به اینکه بتونن زنها وارد استادیوم بشن و به همین دلیل هست که انتشار و روایت کردن واقعیاتی که در ایران اتفاق میفته برای اینکه به گوش جامعه جهانی برسه بسیار امر مهمی هست. در غیر این صورت ما نباید اسمش کنیم از زندانیان سیاسیمون رو می‌آوردیم میگفتیم جامعه جهانی کاری براش نمیتونه بکنه. ما باید بدونیم که جامعه جهانی سازوکارهای سیاسی داره، اما در عمل همونطور که شما خودتون گفتید فقط مردم ایران هستن که میتونن با یه همبستگی ملی واقعا آینده بهتری رو برای کشور خودشون رقم بزنن. بله دقیقا همون چیزی هم که شما گفتید من کاملا با شما موافقم، ولی اگر بخوایم نگاه کنیم اینم هستش، اینی که صدای رسوندن زن ایرانی با روایتگری به وسیله همین اینترنت خب خیلی اگر الان دقیقا همین امکانات نبود من و شما نمیتونستیم بشینیم و گفتگو کنیم و به گوش یه مخاطبی در حالا هر کجای ایران بخوایم برسونیم و اینها دقیقا از فوایدی هستش که شما گفتید و من امید دارم که بتونیم خب اول اینکه صدای خودمون رو برای تغییر در ایران به کار ببریم. این هدف من بیشتر این هستش که ما بتونیم تغییری از درون ایجاد کنیم و بعد اینکه صدامونم خب به گوش جهانیان برسونیم. خب به پایان برنامه رسیدیم. برای جمع‌بندی گفتمان امروزمون چیزی هست که بخواین اضافه کنین؟ بله برای جمع‌بندی چیزی که میتونم بگم از زنای سرزمین خودم میخوام که همچنان مبارزه کنن و ناامید نباشن و همچنین از مردها میخوام که در کنار زنها بایستن و بتونیم بر حق و حقوقی که هممون داریم بتونیم بهش دست پیدا کنیم و سپاسگزارم. امید به روزی که خشونت هیچ نوعیش، نه ساختاری، نه اقتصادی، نه خانگی، نه جنسی، هیچ خشونتی در هیچ کجای دنیا و به خصوص در سرزمین من نباشه. مرسی. سپاسگزارم ازتون. من هم امیدوارم روزی رو ببینیم که برابری جنسیتی و عدالت اجتماعی در ایران حرف اولو بزنه. هیچ جامعه‌ای بدون برابری جنسیتی به دموکراسی نمیرسه. سپاسگزارم. متشکرم. نه من ارکیده‌ای رنجور، نه تو کوه دماوندی، تفاوت در نگاه تو چرا چشماتو میبندی؟ میو
یه ملت در گروگان سلاطین تبهکاری، وطن بازیچه دست نظام مردم آزاری، یه کشور بی در و پیکر، یه مشت قانون گذار پست. تجاوز کن، بزن، بشکن، هزار تا راه در رو هست. واسه پایان این کابوس به پاس حق من پاشو، صدای دادخواهی باش، بیا با من هم آوا شو، بیا با من هم آوا شو. زن دنیای مردونه، دلش از جنس بارونه، رصد کن مردمک هاشو، برات شکی نمیمونه. پاشو از خواب بیا بیرون، از اون زندون باورهات، در این شطر